که چرا ماندم در کشورم است، خاکم است و نمیخوایم که پناهنده جای دیگه باشم. میخوایم که در کشور خود بمانم، در کشور صاحب صلح، صاحب زندگی و صاحب آرامش و ترقی. و کوشش ما هم همی است و مشوره ما به تحریک طالبان و کوشش ما با همراهیم در همین جهت است. کشورم است، کشور همگی است و افغانستانی که همه مردمش آزادانه به او زندگی نکنن و رفت آمده بیرون و به داخل نکنن آرام نمیشه. پس اونایی که از افغانستان رفتن خدا کنه که هر چیزتر به کشور خود برگردن و تا ما همه ما تحریک اسلامی طالبان و باقی مردم افغانستان در کشور خود در صلح و آرامش و اتحاد اتفاق زندگی کنیم و حکومت از طریق اراده ملی مردم خود تعیین کنیم و خدمتگزار مردم باشیم.